وصیت هفتم، فضیلت نماز ضحی و 3 روز روزه داشتن از هر ماه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می نماید که دوستم محمد صلی الله علیه و سلم مرا وصیت نمود برای روزه داشتن 3 روز از هر ماه و ادا نمودن نماز چاشت و نماز ویتر پیش از خواب. روایت بخاری و مسلم. در روایت دیگر ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفته است دوستم پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرا به 3 کار وصیت نمود که آنها را ترک نمی کنم. تا نماز ویتر را نگذارم خواب نمی نمایم. 2 رکعت نماز چاش را ترک نمی کنم زیرا آن نماز اوابین است و هر ماه 3 روز روزه می گیرم. روایت ابن خزیمه. عبدالله پسر عمرو رضی الله تعالی عنهما روایت می نماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند 3 روز روزه داشتن از هر ماه ثواب 1 سال را دارد. از ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بر هر پیوند استخوان شما صدقه است، پس تمام تسبیح گفتن صدقه است، تمام حمد گفتن صدقه است، همه تهلیل گفتن صدقه است، تمام تکبیر گفتن صدقه است، امری به معروف نمودن صدقه است، نهی از منکر صدقه است و 2 رکعت نماز چاشت از این شماریده می شود. روایت مسلم. از عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که مرد از روزه داشتن پرسید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو روزهای سفید را اختیار نما. 3 روز از هر ماه، 13ام، 14ام و 15ام هر ماه، یعنی ماه‌های هجری قمری.